توی خونه به ظاهر مجلل رازهای شومی نهفته بود، رازهایی که روی خون و خیانت میداد، عشقی که از روی سادگی و بی‌تجربگی شکل گرفت اما به خاطر طمع شعله ور شد و به یک جنایت هولناک تبدیل شد. مهدی پارسا که ثروت بی حد و اندازش اونو به کام مرگ کشوند. هرگز فکرشو نمیکرد برای جلب رضایت معشوقش نه تنها زندگیشو میبازه بلکه درگیر یک قربانی شیطانی میشه. دوربین‌های مداربسته بی‌رحمانه تمام جزئیات خیانت و سقوط مرگبارشو ثبت کرده بود. سقوطی از طبقه سوم که نه خودکشی بود و نه یک تصادف ساده، بلکه تلاشی برای پنهان کردن جنایتی بود که توسط کسانی که به اون نزدیک بودن رقم خورد. ماجرا برمیگرده به روز 13 تیر ماه سال 1404. نگهبان یک ساختمان توی چابهار با پلیس تماس میگیره و میگه یک پسر جوان از یکی از طبقه های ساختمان افتاده پایین و حالش اصلا خوب نیست. به پلیس میرسه، همسایه ها جمع شده بودن و میگفتن پسر رو میشناسن. پسر یکی از میلیاردرهای همون منطقه بود. اورژانس هم اومده بود اما پارسا دیگه اون علائم حیاتی رو نداشت. صورتش به طور کامل متلاشی شده بود و هیچ کاری از دست اونا بر نمی‌آمد. اولش همه فکر میکردن شاید خودکشی کرده، ولی خانواده‌اش میگفتن مهدی اصلا مشکل افسردگی نداشت که بخواد چنین کاری رو انجام بده. حدس دوم هم این بود که شاید از روی بی احتیاطی افتاده باشه. اما یک چیز دیگه هم بود. توی مسیرهای پلیس مشخص شد که یک ضربه محکم با یک شی سنگین به سر پارسا خورد. دقیقاً قبل از سقوطش. با این حدس پلیس و پزشکی قانونی احتمال قتل بالا شد. بذارید یکم بیشتر راجع به مهدی براتون میگم. مهدی پارسا یک پسر 25 ساله مجرد که پدرش یکی از بزرگترین وارد کنندگان دام توی جنوب شهر سیستان و بلوچستان بود و مهدی هم مثل پدرش خیلی پولدار شده. با وجود اینکه خودش از یک خانواده سنتی بود اما دور و برش پر از دخترهایی بود که چشمشون دنبال ثروت مهدی بود. مهدی از روی بی‌تجربگی با یکی از این دخترها به اسم فاخره دوست میشه. فاخره یک دختر 20 ساله و خیلی خوشگل بود که دوست همکلاسی خواهر مهدی توی دانشگاه بود. تازه بلاگری رو توی اینستاگرام شروع کرده بود و عکساش دل خیلی ها رو برده بود. مهدی هم حسابی تحت تاثیر خوشگلی فاخره قرار گرفت و فکر میکرد چون تونسته بود با همچین دختر زیبایی دوست بشه از بقیه پسرهای منطقه بالاتره. مهدی خیلی زود عاشق و دلباخته فاخره شد و به خانوادهش گفت که میخواد باهاش ازدواج کنه. اما اینجا یک مشکل بزرگ وجود داشت. خانواده فاخره از همه لحاظ از خانواده مهدی پایین‌تر بود. پدر مهدی با این وصلت به شدت مخالف بود و همیشه به مهدی میگفت کبوتر با کبوتر، باز با باز. اما مهدی گوشش بدهکار این حرفا نبود. وقتی خانواده‌اش رضایت نمیدن با فاخره وارد یک رابطه پنهانی شد. مهدی فکر میکرد پول میتونه همه مشکلات رو حل کنه. تصمیم گرفت سطح مالی خانواده فاخره رو بالا ببره تا اندازه خودشون بشه. به خاطر همین 2 آپارتمان خیلی لوکس خرید. یکی برای فاخره، یکی هم برای پدر و مادرش. ماهیانه هم کل پول به حساب فاخره واریز میکرد و طلا و جواهر براش میخرد. این مسئله ادامه پیدا میکنه تا اینکه خانواده مهدی به این وصلت راضی میشن. اما روز حادثه فرا میرسه. خانواده مهدی میگفتن پسرشو خودکشی نکرده. نگهبان ساختمان که اولش محافظ کار بود بالاخره به حرف اومد و به پلیس گفت که وقتی برمیگشته ساختمان یک زن و دختر و پسری رو دیده که داشتن با سرعت بالایی از ساختمان فرار میکردن. اون زن و دختر رو میشناخته. معصومه، مادر فاخره و خود فاخره بودن. ولی پسر جوان و هیکلی رو نتونسته بود شناسایی کنه. در حالی که اون پسر بارها تو اون خونه رفت آمد کرد. این حرفای نگهبان خیلی به پلیس کمک کرد تا بفهمه اتفاق اصلی توی خونه فاخره افتاده. اینجا بود که خانواده مهدی تازه از همه چیز باخبر میشن و میفهمن که پسرشون برای اون خانواده چه کارهایی کرد. پدر مهدی میگفت از اول میدونست که خانواده فاخره با نقشه بهش نزدیک شدن
تا بتونن ثروتش رو از چنگش در بیارن. حتی گفت معصومه با اینکه شوهر داشت و اسم شوهرش رحیم بود، با یک مرد پولدار به اسم هاشکو رابطه داشت و شوهرش هم به خاطر منافع مالی خودش و زندگیش چیزی نمیگفت. پدر مهدی میگفت زیبایی فاخره چشمهای پسرش رو کور کرده بود و اون نمیدونست که خودش رو داخل چه چای میندازه. فاخر هم با پولهایی که از مهدی میگرفت کلی سفر لاکچری به هند و همه کشورهای حاشیه خلیج فارس میرفت و اینستاگرامش پر از عکس‌های این سفرها بود. پلیس دوربین‌های مداربسته ساختمون رو چک کرد و دید که حرفای نگهبان کاملا درسته. فاخره، مادرش و اون پسر جوان داشتن فرار میکردن. اثر انگشت این 3 نفر هم توی محل حادثه پیدا شده بود. گوشی مهدی که بادیش جدا شده بود توی سطل زباله کنار ساختمون پیدا شد. دیگه کاملا مشخص بود که مرگ مهدی خودکشی نیست و یک جنایت برنامه‌ریزی شده بود. وقتی مأمورا فهمیدن معصومه و فاخره توی این جنایت نقش داشته باشن، خیلی سریع رفتن دنبالشون. اما اونا انگار آب شده بودن، رفته بودن زیر زمین. چون زیاد باهوش نبودن، پلیس تونسته بود با ردیابی تلفنشون 3 روز بعد دستگیرشون کنه. اونجا بود که هویت نفر سوم، همون پسر جوانی که فرار کرده بود، هم مشخص میشه. یک پسر بلاگر چابهاری به اسم امین. معصومه و فاخره اولش هر نقشی توی این ماجرا رو انکار کردن و گفتن هر چیزی که شده بین مهدی و امین بوده و امین مهدی رو از پنجره پرت کرده بود. فاخره ادعا میکرد هیچ رابطه‌ای با مهدی نداشته و پولی هم ازش نگرفته. اما بعد پلیس تراکنش‌های مالی و بانکی فاخره رو نشونش داد. گفت این پولها به خاطر این تبلیغاتی که از بقیه مردم میگیره تا توی پیجش تبلیغ کنه. راجع به آپارتمان ها هم گفتن که اونا رو در ازای یه خونه‌ای که توی دبی داشتن از مهدی گرفتن. البته همه میدونستن که اینا یک دروغه. چون خانواده فاخره حتی خرید خونه کوچیک توی چابهار رو نداشتن، چه برسه به دبی. پلیس بعد از چند روز امیر رو هم دستگیر کرد. اونجا بود که نقشه معصومه و فاخره به هم خورد. پلیس به امیر گفت که معصومه و فاخره اعتراف کردن و گفتن که اون مهدی رو کشته و از پنجره پرتش کرده بیرون تا اینجوری خودکشی جلوه بده. گفتن اگه اعتراف نکنه قاتل اصلی شناخته میشه و قصاصش میکنن. امیر هم با شنیدن این حرفا زبونش میلرزید و بالاخره حرفای هولناکش رو به مأمور کلان تحریف کرد. گفت با فاخره یک رابطه پنهانی داشته، در حالی که فاخره جداگانه با مهدی هم در ارتباط بوده. میگفت وقتی مهدی به سفرهای کاری میرفته، فاخره دعوتش میکرده بیاد خونه‌شون. بارها برای چند شب اونجا میمونه. دفعه آخر هم همین اتفاق افتاد. امین میگفت مهدی متوجه حضور اون شده و میخواسته که بیاد سراغشون. اون از ترس به خونه معصومه که طبقه دوم بوده فرار کرد. امین ادعا میکرد مهدی افتاده دنبالش و میخواسته از پنجره با طناب بیاد طبقه دوم، ولی طناب پاره شده و مهدی افتاده پایین. میگفت خودش اصلا توی این ماجرا نقشی نداشته. این داستانهایی بود که حتی توی فیلم‌های هندی هم پیدا نمیشد. بازجویی‌ها از امین شدت گرفت و بالاخره نتونست مقاومت کنه و قتل مهدی رو اعتراف کرد. گفت مدت‌ها بود با فاخره رابطه داشت و مهدی از این موضوع بی‌خبر. معصومه مادر فاخره همه چیزو میدونست و ایرادی هم نمیگرفت. روز حادثه امین و فاخره توی اتاق بودن. ناگهان مهدی در رو باز میکنه و اونا رو توی تخت غافلگیر میکنه. اون لحظه هر دو در شرایطی گیر میکنن که نمیدونستن چیکار کنن. فاخره با یک شی محکم میزنه توی سر مهدی و همونجا نقشه بر زمین میشه. معصوم هم که طبقه دوم بود بلافاصله میاد بالا. با هم کلی فکر میکنن و آخرش تصمیم میگیرن مهدی رو از پنجره بندازن بیرون تا خودکشی بنازن. همین کارا میکنن. بلافاصله تصمیم به فرار میگیرن، غافل از اینکه نگهبان مجتمع همه این صحنه ها رو دیده بود. حالا سوال اینجاست که فاخره با مهدی در رابطه بود و براش خونه و پول طلا خریده بود، دیگه چیش کم بود که همچین بلای سر مهدی بیارن. مهدی مدام سعی میکرد اونا رو همتراز زندگی خودشون کنن تا بتونن با فاخره ازدواج کنه.
نقشه فاخره این بود که هر وقت به یک سفر کاری میرفت با دوست پسر دومش وارد کارهای غیر اخلاقی میشد. اونا فکر نمیکردن راز این حیله‌گریشون لو بره، اما آفتاب هیچ وقت پشت ابر نمیره. اواخر مهدی به فاخره شک کرده بود. احتمال خیانت میداد. به خاطر همین دوربین‌های مدار بسته‌ای رو توی خونه خودش و خونه فاخره نصب کرده بود. این دوربین‌ها تصاویر رو به موبایل خود مهدی میفرستادن. آخرین باری که مهدی برای یک سفر کاری به کویت میره، فاخره که میدونسته اون برای چند روزی برنمیگرده، امین رو دعوت میکنه خونه. مهدی هم توی کویت میبینه که بله، وقتی نیست یک پسر جوان داره به خونش رفت آمد میکنه. بدون اینکه به کسی اطلاع بده برمیگرده ایران. با کلیدی که داشت در خونه فاخره رو باز میکنه و درست که امین و فاخره توی اتاقها مشغول رابطه بودن موچشون رو میگیره. توی اون لحظات امین و فاخره غافلگیر میشن و نمیدونستن که چیکار کنن. در نهایت با یک جسم سنگین ضربات متعددی رو توی سر امین فرود میارن که در جا از دنیا میره. بعد هم به مادر فاخره که توی طبقه دوم زندگی میکرد اطلاع میدن. معصومه میاد بالا و 3 نفری کلی فکر میکنن و به این نتیجه میرسن که این جنایت رو خودکشی جلوه میدن. بالاخره جسد مهدی رو از طبقه میندازه بیرون و این جنایت رو خودکشی جلوه میده. احتمال اینکه مهدی اون لحظات زنده بوده باشه هست. اگه همون موقع که اون 3 خیانتکار با اورژانس تماس میگرفتن، احتمال اینکه زنده بود خیلی زیاد بود. اما این کار رو نکردن و تصمیم گرفتن که اینجوری از بینش ببرن. فعلا این 3 نفر به اتهام قتل بازداشت هستن تا مشخص بشه دقیقاً کی اون ضربه اصلی رو به سر مهدی فرود آورده. خانواده مهدی درخواست قصاص برای هر 3 نفر رو کردن. فاخره و امیر هم هر کدوم سعی میکنن ضربه رو گردن اون یکی بندازن، اما یک بدشانسی دیگه هم هست. اینه که دوربینی که مهدی توی خونه کار گذاشته بود در قسمت پذیرایی خونه بوده، در حالی که جنایت توی اتاق خواب رقم خورده. متاسفانه این دوربین نتونسته بود اون لحظه رو ثبت کنه. شایعات هم هست از اینکه میگن معصومه با کمک همون هاشگور که باهاش رابطه داشت سعی میکنه توی روند پرونده سنگ اندازی کنه تا مجازات خودش و دخترش کم بشه و امین رو قاتل اصلی معرفی. البته امیدواریم که عدالت اجرا بشه. اگه مهدی همون موقع که پدرش میگفت کبوتر با کبوتر باز با باز، اگه مهدی معنی امین این جمله رو میدونست، مطمئناً همچه اتفاقی براش نمیافتاد. اون با تصمیمات خودش یک خانواده با قشر پایین رو وارد یک زندگی لوکس و مجلل کرد که باعث یک بحران طمع‌انگیز برای خودش شد. طمعی که باعث شد به قیمت خود مهدی تموم بشه. ممنون که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. آیا تونستین هویت این بلاگر رو چک کنید یا نه؟ اگه لایک و سابسکرایب هاتون به 5000 تا برسه، تصویر اصلی این قاتلان رو توی همین پست آپلود میکنم. لایک ویدیو یادت نره و منتظر ویدیوی بعدی باش. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.